بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی. می‌خواستم با آقای انصاری صحبت کنم. بفرمایید خواهر گرامی، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری، متشکرم از برنامه‌های خوب به سال حق و کلمه. می‌خواستم سلامت باشید. من می‌خواستم به اهل تسنن بپیوندم و موحد بشم. الله اکبر. از الله برنامه‌های خوب راهنمایی شما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. متشکرم از برنامه خوبتون. ممنون کردید که این برنامه‌ها رو پخش می‌کنید که مردم حداقل بدونن که چی می‌گذره تو ایران. الحمدلله. متشکرم. سلامت باشید. سلامت باشید خواهر گرامی. الله سبحانه و تعالی شما را ثابت قدم بداره در این راه. تشکر از شما. مرسی، ممنون. خداحافظ. خداحافظ شما.